حنفی مذهب هر نماز هر ملی چی جاشم داده برفتگی ما الان روز با چیکار میکنیم طاعت میکنیم برای گوش میبرداریش رسوندنش مستحب و المرأة ترفع یدها الی منکبها زنها باشه میبردارش برابر کتیف زنک نماز اینه زنکا برابر کتیفش میبردارن برای چی زنکا برابر کتیف میبردارن مردکا با گوش میرسونن این هر دوش حکمت داره مقصد مردکا با گوش رسوندن که یعنی بندای دست گوشیدن سنته دیگه دست بنجه میاد یعنی استینت بالا میبره یعنی بند دست سنته در وقتی تکبیری تحریم بستن شایده شود زنها برعکس محکم میشه زنها تو اعتبارتی اگر زن علمت نماز تکبیر تحریمان علمت دستش بند هویش اگر نماز فسیده نماز دیگه میخونه اگر 100 سال همین حالت دست روز خونه 100 ساله نمازش قضا میخونه یه الله هم قبولش نمیکنه نبرد چون که بدن زن همش عورته کل بدنی ها الا وجه و الکف و القدم تمام وجود زنک فقط روش انت روش کفای دستش فقط بندی دست نه کفاش کفای پاش عورت نیست خلاص دیگه همه جاش عورته برای زنها تو کوچه برای عورت چه بند تمام مردم میبینش می لعنت خدا گرفتار میشه اگر با روزی باشی که خدا خط زیبا کن ترنگ پوش کنات زده برای در کوچه گرد اگر راضی باشی تا منزلت همون جای مرکه گشته آمدن لعنتی خدا لعنتی فرشته همه لعنت میگن لعنت بر تو باقی زنت برای تو دادات خدا یکی نتش کو کنی تو کوچه نسرش دادی دیوس میشه این خدا خواهد عورتکش محکم کنه برای لباجا برای شریعت باید دردنی برچک خونه جینی شد دیگه جاش نیست کی گفت برای کار زنانش باشه کار کنه مسئله فقهی نه امام اعظم سه اختصاص داده امام اعظم در میتونه خدا خواهد اگر کسا چه مبادا پل یافته نکنی خودت امام خدا خواهد میتونه خدا خواهد با حجاب اسلامش اومده بازار بشینه سودا کن کاری زنانه کن اینجایی عیبش نیست لیکن عورتش باید محکم باشه عورتش نباشه حرام میکشه همین اعتباط خدا خواهد روز اکثر نماز خونه زنان نیچه کرد فهمونه شده چی یک رومول کار توجهش کم شید یا زیبا بشه بگیرم این زنه برای کی گرفته شما؟ برای مردم؟ رکلام؟ برای تماشا؟ برای خودت گرفتیش از برای خودت گرفتوش انشاءالله خدا خواهد روز زنه حمایش که مردم بگیرن من دلیل میارم حتی زن تا دیدی خدا خواهد یک من کردی اگر در یک تنگوچی 3 بار جخم میفورد گوهم خودت گوی ایمان داری من یک 3 شب من کردی دیدیش در کوچه نمه مسئله پرسیدی ما در کوچه نمه دیدی که یک 3 شب اومده که من گر جخی دسته در کنش لغت میزنی دراد یا نمی که نگو ملات کدی تو با جخی ملای باقی چه یا نمی دیگه همون چیز در خود سبب میشه سبب که دوبلیش که سرش داده سببش که همه مردم تماشاش میکنه رسم نفورت خدا خواهد این شد نمیفورد یا این شب خدا خواهد ساعت 3 خطره با تلفن کنه جونت میبره یا نمیده یکی توی بسیارش میکنه خدا خواهد لبلی چه رفتم میانش 100 تا مرده کنم بازی رفتم زی تماشاش دونه تمام وجود شوی تماشا کنم خدا زدای گرگاه به ایمانا ای پاچ که سر بکنن و پیچیلی کش تا فرقی سرش تماشا بکنن همه خپینک زدن همه خپینک زدن که ای بازی را میبینی با پلش میزنن مرده که بگونه اسلام میخیم نیست اسلام باید که مرد حمایتگر زن باشد انشاءالله همه حالت مرد دادن مردن را حجاب شه خنده خب کافر میشه کسی که زن تا تعنه کنه که حجاب کنه تو فلان کافر میشه نه برای
این حجاب خدا فرض کرده. خدا هم دو جای آیت نمیگه ولی جواب میدی پیش زن تو روز قیامت از کسی فیلم میکفن روز قیامت از گریه اون نمیاره میگه هنوز در خدا خیلی روایت مثل گوش کردم حاجی مرزا در یک بچه مادر در دوزخ بچهش در خوابش میبینه پدرش در وی مادرش آو گفته پدرش میگم یک کروشکا آته مادر نتیو یک کروشکا بوده آمیتیاش دستش قاق میشه ای خوش میخیده که دستش قاقه بام بزن چوه اینه چه او دودی دور میکنی که دنیا بازی هست از دنیا کردی چی نیست اسلام چیزی پشک چیزه اسلام چیزی ارگینال خلافت بازی میلانه تر میکنه که اصلافت یک عمر میگیری این الله نگه داره بسیار باش خداوند انشاءالله زنه گرفتی برای خودت الحمدلله گفتم که من خیلی اگر دلیل از بیارم جونت میبره چندین شد رو پیش ما زنه دوملا تلفن ساعت 2 شب تلفنش کردیم اگر تلفنش کردیم آخی گوش و کی بوده من زن ما تلفن میکنه اختدار برادر عصبی نشه کسی خواهشه آخی تو خوشه بدگی سامکش بدگی زوکه چاچش بدگی تو اوستا در کنیا دیرینگ پرده مثل چندین حادثه رفته مشکل چندین حادثه من دیدم مردک خدا خود زن شای بواریش که فلان چی گیجا نگوش این دخترم دستم زهرا خونده اون زهرا خون را نیست گفته اینجا نامده اپا این گیجا برا خونه فاطمه خونش میرفته خونه فاطمه نیست شاید جواب شد سه تشکر پارتو کرد انا گفتم فاطمه خون میره میکرد زهرا خون میره می استرالیا میره دفش انا نوبواری دست یک تا گپی دروغ اویلا وایرون کاسده یک گپی دروغ خیلی حادثه اگر من مثال بیارم هزار کم بگیره که جون نبره اگر خداخواد من یک بدبخت زنش خودش گفته که لیچک من صورت پاتو وقتی که صورت کنوکن نادرست کرده تمام دنیا برای سرش داد نامت قدر کردی سن خیلی بچه ها به غروره با غرور میکنن و با چی بگنه با اوریت میکنن اوریت سر تخره تو یک کاری که خدا خواهد تو یک عمر اوریت نمیکنی تو کاری که خدا خواهد یک عمر خجالت نشه هیچ کس خدا خواهد نمیخواد که زنش تشون کنه یا میکنه کی میخواد که میخواد که خدا خواهد زن گیری با کوچه بگرده هیچ کس نمیخواد لیکن سببگار موشمون بشه بچه های عزیز خدا خواهد نمین چکا کن خدا خواهد طوری فهمونش و زدن کردی نه طوری فهمون ماهیت زیباگی فهمون تو برای کی آفریده تو برای یک من باشی تو من نگو زیباگی تا خدا خواهد لباسه قیمت رو شاو در پیش نموش نمیگوشه در پیش سیدگی لباس کردی خدا خواهد خواه برم اگر کوچه خدا خواهد بوده نگه کنم یک کلم ساعت خدا خواهد انشاءالله یک من کن ای زنه که پویستر خدا خواهد دیگه بسیار پوی خوبه 50 بار کرتاش حالش میکنه اون مردک ها پیش میبره یک در پیش تو چیه عد بکنه خدا عد لباسی زیباش حالش کنه و چی اگرش بدشینه به همین نکنه که کمی توی دیگه فورت همین بودی گاه میشینه اتر زده در کجا اتر میزنه اتر خدا خواهد احساش خوری میکنه کوچه بره المان تا کوچه میگذاره ای او باری کوچه کرده او باری کوچه نه اتر زده میزنه یکی پیش نه اتر در روش نمیزنه این چیز باید که برای شوش باشه فقط برای شوش میتونه خدا خواهد انشاءالله هر دقیقه هر لحظه بیباشه هر ساعت آلش کنه گوش یک ساعت بعد زنه گوه بیباسی خوب تا بشت طبیعتی من چاق شد من دیگه بیرم بودن زنه کجیده میشون نرم یک زنی زور معیزه کرده خدا خواهد اینترنت بنده زنها لعنت کرده شما گفته بدبخت ها زن تایتو سیر نیست مجبور زینا میره
تو بدبخت نمونیش. تو بدبخت زیبایی تا اوه نخرد، مچکت نکنه، چاکت نکنه، تا هیچ چیز نکنه، تو نمونیش جاگت جدا باشه، باید با زینا کنه تو جواب بدی پیش کنه. باید معلوم نیست تو معلومی. اونم همیشه اگر اوش سیر باشی باش دیگه نبکنی. بنیمین همی گوش سیر باشی گوش در دیگه همی کان سیر باشی کان در دیگه نبکنی. سیر نیستی. هنوز زن سیر نیستی. سبب هر روز جنگ، هر روز غربت، هر روز فکرهای نادرست خوب نیست. طبیعتش ناگیرون. یه باید زن تومچه کو چه حد زیباتی که مرد رو درکشه طاقت کنه بسنش رکو که زن زیبا کشیم دشته خونه ده دایی رفتن شد مو ایان بگریزیم بیام نرم بودروش با مله با غربت با مله با جنگ زندانی قاضی میگه بی که در خانه بی به اهلو گیری قاضی در این تلمه بره خوبه میگه که در خونه او زنی که میگه بد خواق و بد فیل و بد اخلاق این زندان خوبه میگه هیچ کس آزار نمیتونه خیلی میزنن دوبیکه که ایو گپی و ایو دوبیکه نتیزه که اشکل میگه سفر میگه به میگه سفر به میگه ای خونه نکی میگه دائم در خونه باشه جنگ میگه سفر میگه بده بره تویه سفر تویه میگه و رسیم گریخته برفته گم زنکا سبب اکسن یقیدن میگیره همین فلان کم بودی پیستان بیا میگه لوچی پرتامون یک سوچ هم نفرسون مرده باید در اینجا گیسته میگردن اینجا میلا پل نیست بگی سبب نمیگه که من زمان نداره این زمان اگر میدوش من خیلی اوزاش نمیدود من خیلی نمیکرد این روز زن بلند بازی میکنن زنا خوب تربیت نخواه زو فهمونیشون زو مریضا برشون بیا خدا خواهد ساعت من معیزت کرمیتیم دلیلات کرمیتیم که ولی مثال ما شما خونه زن نگه من مثال بینید مکته اکرار میکن دومه کنید حیفا گفتگی دختری عرب پیش رسول الله میایی به خونهش نشینیم گفت این خونه رو نشیدن گناه نیست این زن خلشیده فلان نیست من حیفا گفتگی دختر پیشی حضرت پیغمبر اسلام ایمان میاره ایمان میاره و بعد میگه که دخترم شو داری میگه حضرت شو نداره میگه بهترین زن کسی است که میگه شوهر داره افسوس شوهر نداری میگه یا رسول من ایمان دارم اختیار به شما دادم کسی را که بخوای بتی شد میگه دختر کسی میگه نماز بامداد یحکم میداره همه نمیتی که صاحبی رومی رحمت الله علیه قرعه چیکار میکنه دو منم میام هستید صاحب فهم میکنه میگه بچم خدا دادت چیکار میکنم توش نکاش میکنم بعد میگه صاحب این نگی بر خونه میگه من خونه ندارم اصلا من خودم بزرگ زنده کسم من غنیمت یک چیز میاری اما صدقه میگیرم من خونه گشتم من خونه دارم نه و نگه حیفا گفت که من در خونه گفت من میبرمیدم نگر گفت که صاحب گفت امشب زیافت که گفت ما مهمونی بریم و من هیچی ندارم گفت چی بتیم که دو راست گفت من کنم نون ننیم بخورم حیفا گفت که من در گفت زیافت راستا گفت بگه بره من زیافت صاحب ای دستی گیری برفت رفتن میگه زیافت خوردن رسول الله در حق شد دعا کرد صاحب گفت که میگه زنک جان همین شب اول با طاعت میگذرنه عبادت میکنه همش به نماز شکرانه کردن نمازی بامداد بود که حضرت جبرئیل اومد گفت که ای محمد صلی الله علیه و سلم الله سبحانه و تعالی برای حیفا که صاحب پدرکه فرستاد توشوندن حضرت گفت که هیچ که خدا گفت پدرکه میفرستاد خدا گفت گناهش نگذشت از جهت شب اول با طاعت مبارک میگذرده میشه داماد مست خدا زده خدا خواهد با عرق میگذرده میشه با موزیکا میگذرده میشه بلند موزیکا میگذرده کدام یک اخمقه حضرت صاحب میگه نمازی بامداد اومد که همه زندن که ای صاحب گفت خدا گفت نه پدرکه فرسون پدرکه چیه گفت گناه ها تگیزش حد
میگه نماز بام داد خود دایده پیش زنش برم. گفت که زنه گفت ما خدا پدر که کرده جو نماز بیا با نمازش کنم. و گفت چی پدر که کرده من آرزو داشتم که الله گناه من نگی زنم و تو فعلی هر دوم همیشه همی اول با طاعتی بود گذراندم الله گناه هر دوم نگذاشته. هر دوم گفت من تیجا نمازم من برای خودش کنم نکنم. دنیا شبالای شوش دریغ نداشت. چیزی دریغ نداشت خدا خواهد انشاءالله. خونه صاحب خونه صاحب خدا خواهد زن شید صاحب مال و دولت شید لیکش کدا نکرد. بینید چنان زنها وجود دارد در تاریخ. الله مهربان انشاءالله خدا خواهد ایچی کایا را بازن تگو هی تو نیستی اکرم حیفا شاو نیستی آیشه نشویم من تانه نکروز فلان پستان نگو زبان تخلا 7 متر روز قیامت میکشد زبانی کدام زنه که روز قیامت پیغمبر شب معراج دیدن که یک زن از زبانش کشال دوزخ نه ایتش علا گدار سوخته شده. جبریل امین گفت این چیکار کرده که این گفت با زبان شوش آزار میده. این بدبخته این شوشه چیکار کردی برای چی کردی چی کردی مردک چیکار کردی ولی حییم 90% مردم حکومت خطا نمیکنن. 90% اگر 10% خدا ترس نباشه 90% زنها میدن. یه مدت دست ترکشا تنها میکنن. یه مدت دست ترکشا اخوا میکنن. خدا نگهدار. خیلی در تاریخ زنها انشاءالله خنده. خیلی شما باید زنها سورا فهمونش زنک بیده آخرت نسون شما ناراضی باشه باید دوزخیه 1000 نماز خونه 1000 نیم ذکر کوچه نبینه در روش مثل بی بی فاطمه کوچه نبینه یکی شوهر ناراضی باشه دو تا اگر شوهر میگه که اگر عبادت کنن مثل عبادتی میگه بی بی مریم اگر میگه در سجده میگه بجای گیریه خون گیریه اگر نباشد شوهر راضی میگه شوهرش ناراضی باشه وای میگه بیکاره شوهرش ناراضی باشه آره نشوه هیچی نیست عاقبتش عاقبتش دوزخه حمایش هم کنه تو روز قیامت. الله نگه داره. امین عزیزانی من خدا خواهد انشاءالله البته زنها را حرمت کنه عزت کنه دیگه فهمونش مبارزه بره که خدا خواهد تقه کاری کنه که پیش الله نجایی جوابگری دنیا چی نیست او جوابگری سخته. الله نگه داره. بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و علی آل محمد و بارک